آهوی به نزد چشمه رفت تا آب بنوشد. عکس خودش را در آب دید. پایهایش باریک و کوتاه به نظرش آمد و غمگین شد. اما شاخهای بلند و زیبایش را که دید خرسند و مغرور شد. در همین وقت چند شکارچی قصد شکاری او کردند. گریخت. چون چالاک می‌دوید صیادان به او نرسیدند. اما وقتی به جنگل رسید شاخهایش به درخت بند ماند. صیادان رسیدند و او را با خود بردند. آهو که اسیر ماند به خود گفت دریغ پایهایم که از آنها ناخشنود بودم نجاتم دادند، اما شاخهایم که از زیبایی آنها می‌بالیدم گرفتارم کردند. چه بسا گاهی از چیزهای ناشکری و گیله می‌کنیم که بر نفعمون است و از چیزهایی که بر آن مغروریم مایه سقوط است.